بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، دوستداران برنامه سفره دل و یاران همیشگی این برنامه. الله را بی نهایت سپاس از اینکه این توفیق نصیب راه ما گشت تا در برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های سفره دل میهمان فضای گرم و صمیمی محافل شما باشیم با موضوع دیگر و حضور جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. شما عزیزان میتونید در خلال این برنامه درباره موضوعات سفره دل که در برنامه‌های گذشته بیننده این برنامه بودید نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو و همچنین اگر سوالی دارید با ما در میان بگذارید و انشاءالله در خلال برنامه حتما به تمامی آنچه که شما عزیزان در ذیل این برنامه خواهید نوشت پاسخ داده خواهد شد. در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی شما عزیزان خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز عرض سلام دارم و حضورشون رو در استودیوی برنامه سفره دل خوش آمد میگم. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم، هم خدمت شما هم خدمت دستاندرکاران محترم شبکه و همچنین تک تک شما بینندگان عزیز و از این که باری دیگر ما رو در سفره خانه هاتون دارید کمال سپاس رو دارم و انشالله که بتونیم دست در دست هم گرهی از گره های کور جامعه رو باز کنیم و میتونیم. ما مرد میدان هستیم و انشالله میتونیم بعد از این برنامه یک تغییر و تحولی در زندگی خودمون و در زندگی اطرافیان به وجود بیاریم و یک جهشی به سوی زندگی، به سوی موفقیت در جامعه به وجود بیاریم. در خدمت شما هستم استاد سلیمانی بزرگوار. خدمت حضرت جناب دکتر. بینندگانی که برنامه سفره دل رو دنبال می‌کردن به خوبی به خاطر دارن که ما در چند سال گذشته که در خدمت شما عزیزان بودیم بیشترین تمرکزی که در این برنامه داشتیم روی موضوع بحث شیرین و بسیار مهم ازدواج بوده است. هر چقدر که ازدواج شیرین است و دوست داشتنی است و خبر خوشی است برای دو زوجی که به سعادت زندگی مشترک میرسند و همچنین خانواده ها و بلکه دو قوم و طایفه‌ای که به هم وصل میشن، در مقابل یک اتفاق تلخ به نام طلاق همینقدر تلخ است و تحملش سخت برای خود این دو عزیز و همچنین برای خانواده ها. الان خصوص که متاسفانه در جامعه ما و شما موضوع طلاق یک روی کردی که جامعه ما نسبت به طلاق داره و دید جامعه نسبت به طلاق از ابتدا تا انتها منفی است و خیلی جاها اصلا عرف و رسم بر این نیست که چیزی به اسم طلاق وجود داشته باشه، گرچه ما در شهر مقدس اسلام و در قرآن کریم درباره طلاق می‌بینیم که آیات هست، بلکه سوره‌ای به نام طلاق در قرآن کریم هست، اما در بسیاری از جوامع انگار که اصلا چیزی به اسم طلاق وجود نداره و او رو ننگ میدونن و عار میدونن. جاهای دیگری هم بسیار سرهنگاری میشه در موضوع طلاق و تعقیب توقی میخوره. میبینیم که پرونده ها دستشون رو دم محاکم و دادگاه ها ایستادند، یا آقا تقاضای طلاق کرده یا خانم، و به سادگی این موضوع اتفاق میفته و طلاق های عجیب و غریب با نام های عجیب و غریب، طلاق سفید، طلاق تفاهمی، طلاق محفل عجیب ترینه که در بعضی جاها متاسفانه به جایی میرسه که طرف میره و جشن شادی میگیره برای طلاق. تصور درست از طلاق چیست؟ رویکرد ما نسبت به موضوع طلاق چه باید باشد و کسانی که طلاق میگیرن چگونه افرادی هستن؟ آیا الزاما همیشه کسی که طلاق میگیره یا طلاق داده میشه انسان بدی است؟ و وظیفه کسی که طلاق داده میشه، خواهر علی خصوص، چون بیشتر ضربه‌ای که میخورن در این اتفاق خواهرها هستن، خواهری که طلاق میگیره دید جامعه نسبت به اون چگونه باید باشه؟ وظیفه او نسبت به زندگی خودش چیست و چگونه باید نسبت به
زندگی خودش تصمیم بگیره، خانواده نسبت به او چگونه وظیفه‌ای دارن و چه تصمیمی درباره او بگیرن. اینها مواردی هست که انشاءالله و بیشتر از این موردهایی که و سوالهایی که مطرح کردم خدمت شما سروران در این برنامه به همراه جناب دکتر پی خواهیم گرفت. جناب دکتر، اگر در ابتدا به خود موضوع طلاق بپردازیم. وقتی صحبتی از طلاق میشه اولین چیزی که در ذهن میاد یک زن مطلقه است، یک خانمی که طلاق گرفته، حالا شاید در خدای نکرده همون ماها و سالهای اول زندگی قبل از حتی تجربه فرزنددار شدن، و یا احیانا متاسفانه مشاهده میشه که بعد از 5-6 فرزند و 10-20 سال زندگی مشترک وقتی صحبت از طلاق میشه، زن مطلقه و طلاق، کیست این زن؟ زن مطلقه چه زنی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. من نمیدونم هوا سرده یا جناب استاد سلیمانی همچین سرد زدن تو ذوق، گفتن که نمیدونم. زیاد جناب دکتر از این موضوع خوشم نمیاد از طلاق. من میخواد زیاد حساب صحبتش هم ندارم. میخوام بگم که اصلا کلا با اون چیزایی که استاد سلیمانی عزیز فرمودن مخالفم. با کدومش؟ با قضیه طلاق. ببینید یک راه برون رفت از یک مشکل، از یک بحرانه. پس طلاق یک نعمت الهی است. ما مثلا یک ساختمان داریم، یک دبیرستان داریم، یک نمیدونم بیمارستان داریم، یک درهایی اورژانسی گذاشتیم که اگه نه وقتی خدای نکرده موردی پیش اومد، زلزله‌ای شد، نمیدونم آتش سوزی شد، بتونیم از یه جایی دریم. حالا فکر نمی‌کنید این کمی تلخ‌تر باشه از اون حکایتی که شما می‌فرمایید، حکایت در به هیچ عنوان. خیلی وقتاست که طلاق، ببینید طلاق یعنی چی؟ یعنی اینی که من در یک حالت اورژانس قرار میگیرم، یک حالتی که دیگه هیچ راهی نیست. اصلا ازدواج بر چه مبنا شد؟ ازدواج بر این مبنا شد که ما می‌خوایم که یک کانون پر از سعادت بسازیم. الان اومدیم به این نتیجه رسیدیم که آقا نشد. این مسیری که من دنبال سعادت هستم، من دنبال خوشبختی هستم. این خوشبختی من همراه با X باشه یا همراه با Y. اومدم با خانم یا آقای X این تجربه رو داشتم، اما به یک نتیجه رسیدم که نه، من اشتباه کردم. حالا دیگه این به این معنا نیست که زندگی تموم شد. من یا در همین منجلاب میمونم تا آخر عمر زجر میکشم، یا اینی که نه، راهی برون رفتی داریم. ببینید طلاق اینقدر مهم است. یکی از، حالا درست یادم نیست، یکی از مذاهب اصلی مثلا الان مسیحیت، در مسیحیت همین قضیه بود که طلاق نیست. تو یه جایی رسیدن که بعضی دیگه دیدن که نه، ما داریم مثلا زن رو مچالش میکنیم. بله. بعضی اومدن اصلا کلیسایشون رو گفتن آقا شما برید راهتون، ما یک کلیسای جدید داره خودمون میذاریم، یه مذهب جدید داریم که توی این مذهب میشه طلاق داد. پس این طلاق در واقع یک راه برون رفت از یک مشکلی هست که گرهی هست که کور است و امکان بازرسیش نیست. ما خیلی چیزا رو نمیخوایم. ما میخوایم که شکممون رو پاره کنیم، نه هیچ عنوان. اما یه لحظه میاد که یه بیماری هست که هیچ راه حلی نداره مگر اینکه شکم تو پاره کنید، اون غده سرطانی بیاد بیرون. پس میتونیم بگیم دو بعد داره. یک بعدش که برای ما تلخه و سخت تحملش، مثل جراحی، همین خود شکافته شدن شکم، یا خدای نکرده کسی که مثلا مجبور میشه دستشو قطع بکنه، خود این جدا شدن یک قطعی از وجود انسان یا به هر حال پاره شدنش سخته برای ما. سخته. اما چون یک مصلحت بزرگتری برای این هست، در مجموع میشه که تحملش کرد. ما مجبوریم تحملش کنیم، مجبوریم قبولش کنیم و راضی هم باشیم. الان این طرفی که رفت غده سرطانی رو آورد بیرون، الان خوشحاله یا نه؟ بله خیلی خوش. یه زجری میاد. ببینید طلاق در واقع وقتی که یک خانمی طلاق داده میشه، این رو میگه به اصطلاح در احادیث هست که شکستن زن طلاقش. اونایی که میخوان زنی بشکنند یا هر زنی که به اصطلاح طلاق داده بشه در خودش میشکنه. یعنی چی شکستانش طلاق؟ یعنی اینی که مچاله میشه، یعنی که یک ضربه بسیار محکمی وارد میشه. اصلا طلاق، حتی اون زنی که به مرحله رسیده که خودش میاد و به شوهرش میگه که طلاقم بده، مهریه نمیخوام، نمیدونم هر چی میخوای، فقط میخوام که جونم آزاد کن. همینی که این کلمه طلاق اومد،
این مثل یه پتک وارد میشه رو سرش. تحمل سخته، خیلی سخته. یه حالت گیج مانندی به خودش میگیره. بعد مرحله بعد میاد میگه که نه اصلا امکان نداره، منو طلاق نداده، این شوخی کرد، عصبانی بود، نمیدونم، باور نمیکنه. بعد یا میاد میبینه نه واقعا این صورت گرفته. خب این افرادی که شما مثال زدید که حتی میان جشن میگیرن، این جشن کردنش به خاطر چی هست؟ این میخواد خودش گول بزنه. در یک حالت گیج مانندی هست، میخواد گول بزنه، اما بعد از اینکه جشنش مردم رفتن بعدش میره که مثلا تو اتاقش سرشو میذاره رو بالشش زار زار گریه میکنه. یعنی میخواد نشون بده جلوی جمع که من هنوز هستم. بعد از این حالت مثلا گیج مانند دیگه ناراحت هست، عصبانی است، همه دنیا و زمین و زمان رو مسئول میدونه که تقصیر آنها بود، تقصیر بابام بود که منو به این داد، تقصیر نمیدونم فلان بود، تقصیر خواهرم بود که اومد بدگویی اونو کرد. یعنی یه حالتی. بعد از اون میاد یه مدتی حالت افسردگی میگیره، خسته است، کوفته است، هیچ چیزی لذت نمیبره، نه از خوشی خوشه نه از غمش غمه، اصلا همچین حالت گیج هست. میام بعدش آخرش میاد به یک مرحله میرسه که یک واقعیتی هست، این واقعیت رو باید قبولش کرد. این در خانم ها حداقلش بین 4 تا 3 سال، این بنا به بستگی 4 ماه تا 3 سال ممکنه که این طول بکشه. حالا این خانم کی باشه، قدرت توان اعتماد به نفسش چقدر باشه، باورهای اعتقادیش چقدر قوی باشه، چقدر وابستگیش به دین و باورهای دینی باشه، سطح زندگیش در جامعه چطور باشه، قبول خود فرد در محیط خانوادگی چقدر باشه، بچه داشته باشه یا نداشته باشه، اگر داشته باشه چه عمرهایی داشته باشن، دختر یا پسر. همه اینها یک رولی رو بازی میکنه، یک نقشی رو بازی میکنه تا این خانم بیاد با یک واقعیتی که اتفاق افتاده کنار بیاد. اما خب الان کنار اومد، این به هیچ عنوان، یعنی من خیلی از این جامعه ظالم در عصبانی هم واقعا که مثلا آقای اومد زنش رو طلاق داد، جامعه چه کار میکنه؟ حالا چند نفری خوششون نمیاد که از قضیه مطلع هستند و فلان هستند، اما هر کسی خوشش میاد یا نمیاد، کل دوست و اطرافیان و خیشان در فکر اینند که آقای فلانی که زنش رو طلاق داده یه زن خوبی براش دست و پا کنی. در اون ازدواج موفق نبود، خب به هر حال اون زن خوبی شاید نبود. این تقصیرها رو بیشتر میندازن جامعه به طوری به اصطلاح آمارا اکثرا نشون میده که زن رو گناهکار میدونن، همه کاسه کوزه رو میشکنن رو زن، انگار که این زن بود که چرا تحملش نکرد، چرا باش کنار نیومد، چرا و به گونه ای آقای رو تبرئه‌اش میکنن. حالا این آقای هر کاری کم باشه و حتی اگر تبرئه‌اش نکنن در فکر اینن که این رو سر و سامان بدن. یعنی جامعه احساس میکنه که این آقای چون که ازدواج داشت قبلا، خب سر و سامان داشت، همون تعبیر قرآن کریم هست که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، که این الان یک لباسی داشت، الان لباس از تنش کنده شده، حالا بیایید یه فکری به حالش بکنیم، یه لباس دیگه واسش دست و پا کنیم. اما همین جامعه ظالم مستبد با فرهنگ نمیدونم به هم ریخته، این جامعه اولا این زن رو انگار که این زن یه زنیه که یک بیماری بسیار خطرناک مصری داره، خب و سعی میکنن از دور باشن. اولا که همه کاسه کوزه و گناه ها رو میذارن رو سر این زن. ثانیاً انگار که این زن حق ازدواج نداره. در بعضی از جوامعی که میگم جاهلی، خب عزیزان این رو خوب از من بگیرن، حتی این زن اجازه نداره که یک لباسی به میل طبع خودش بپوشه، باید لباس سیاه بپوشه چون مطلقه است یا نمیدونم بیوه‌زنه. بابا این بیچاره 2-3 سالی از زندگیش نگذشته، این امیدها داره، الان مثلا 4 سال زندگی مشترک داره، جلوی روش شاید 50-60 سال زندگی دیگه باشه. چرا شما اینو میخواید بسوزونید؟ خب بچه داره یا نداره؟ بعد نمیدونم قضیه ازدواجش اصلا تنها ببینید آمارهای وحشتناکی ما داریم.
تنها 10% از خانم‌هایی که مطلقه هستند فرصت ازدواج پیدا میکنن. این واقعا ظلم نیست؟ 10%؟ 10%. این 10 نفر یکی؟ از هر 10 نفر یه نفر. در ایران به تنهایی ما 6 میلیون و 600 زن مطلقه داریم. 6 میلیون و 600 6.5 میلیون 6.5 میلیون. این آمارهایی است که مثلا تو دادگاه ها و اینا ثبت شده. خب یعنی به سالانه بیش از 9600 زن مطلقه میشن. یعنی آمارهای وحشتناکی ما داریم. خب حالا یکی از اسبابش اینه که همین جامعه به هم ریخته ما که اجازه نمیده که آقای فلانی یا بچهشون بره نمیدونم موتور سواری بکنه یا ماشین سواری کنه مگر اینی که بره گواهینامه بگیره. همین جامعه‌ای که به بچهش اجازه نمیده بدون گواهینامه رانندگی کنه، به بچهش اجازه میده بدون دیدن برنامه سفره دل و نمیدونم یک دوره آموزشی بره زن بگیره. نکته خیلی مهمی است. بس ما مشکل از ریشه، یعنی این آب از سرچشمه ناپاکه. آب از سرچشمه ناپاکه. حالا این زن اومد ببینید به هیچ عنوان طلاق به معنای این نیست که این دوتا به اصطلاح فرد گناهکارن. طلاق گرفتن به این معنی نیست که حتما یکیشون مقصره. به هیچ عنوان. یا حتی هر دوتا هیچ کدوم مقصر میتونه هر دوتا مقصر باشن، میتونن یکی از طرفین مقصر باشه، میتونه هیچ یکی از اینا مقصر نباشه. یکی هیچ کدوم مقصر نباشه امکان داره؟ خیلی زیاد. اصل بر مبنای اینه که هیچ کدوم مقصر نیستن. خب پس این سوال پیش میاد از دید شاید خیلی این سوال پیش بیاد اگه مقصر نیستن پس چرا جدا شدن؟ چون که با هم سازگاری نداشتن. ببینید هر چیز با هر چیز دیگه نمیسازه، هر کس با هر کس دیگه نمیسازه. ما قبل از اینی که ازدواج صورت بگیره خوب مطالعه نکردیم، همدیگر رو خوب نشناختیم. وقتی اومدیم ازدواج کردیم، من چرا میگم مثلا اینو مثلا هیچ کدومشون میتونن مقصر نباشن؟ همینا بیشتر افرادی که ما دیدیم، همین آقای رفت ازدواج دیگه کرد، خانمه رفت ازدواج دیگه کرد، بیشترین حالت ها نشون دهنده این هست که هم این تو زندگیش موفق میشه، همین چون یک بار یک تجربه شکست و تخت داشتن. حالا چون یک بار تجربه شکست داشتن، اما در این موفقیت جدید این دلیلش هست. دلیل این هست که این مرد زندگیه، این خانم زن زندگی هست. اگر نبود بازم شکست میخورد. اگر نبود که شکست میخورد. اما این موفقیت دلیل این هست که اینها با هم ناسازگار بودن. کبوتر باز با باز. ما در خود به اصطلاح زندگی مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، شما در بین صحابه چند تا مثل زید دارید؟ هیچ. یعنی زید یک نمونه خاصی هست، دست پرورده خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فرزند پیامبر شناخته میشد. همینقدر بس برای مکانتش و شرافتش که اسمش در قرآن ذکر شده. تنها صحابی که اسمش در قرآنه. تنها صحابی که نامش در قرآن ذکر شده. همین کم نیست دیگه خودش. زینب ام المؤمنین، شرف ام المؤمنین پیدا میکنه. زینب با زید نتونستن بسازن. زید بعد از اینکه زینب رو طلاق داد، ازدواج کرد بعد طلاق داد، بعد از 1 سال دادن. زینب رو طلاق داد، زید در زندگیش موفق بود، ازدواج دیگه کرد، موفق بود، هیچ موردی براش پیش نمیومد. زینب خیرالبشر، زینب رو گرفت صلی الله علیه و سلم و زینب شد ام المؤمنین و بهترین از بهترین امهات المؤمنین، از بهترین زنای دنیاست. خوبه؟ پس مشکل نه در داریم و زید رو داریم که دوتا با هم، زید فرزند خوانده رسول علیه السلام، تنها صحابی که نامش در قرآنه، و زینب دختر عمه رسول الله است که ازدواج میکنه، پیشنهاد رسول با زید به طلاق میکشه. این حکایت اینجا تقصیر از کی؟ با وجود وساطت رسول الله علیه السلام. اینا مهمه دیگه. یعنی اینا هم سر خود ازدواج نکردن، تو خانه پیشنهاد از رسول الله، تو خانه پیامبرند، یعنی اینا دست پرورده خود پیشنهاد از رسول الله است. پیامبر اینها رو ازدواج میده، همه اینها، اما این دوتا با هم نمیسازن. نه زید مشکل داره نه زینب مشکل داره. این از اولیای خداست، اینم از اولیای خداست. اگه این دوتا از اولیای خدا نباشن دیگه ولی نداره الله تعالی. اما اینجا یه چیز جالب هست، زینب طلاق داده میشه، نه جامعه اون رو ایدز زده و بیمار میبینه، وبایی هست که باید ازش فرار کرد، نه هیچ. بیماری واگیر دار.
پیامبر میاد ازدواج میکنه. 2 تا از دخترای پیامبر، رقیه و ام کلثوم، مطلقن. بله. کی میاد اینا رو میگیره؟ عثمان ذوالنورین. خب پس جامعه باید این رو بفهمه که آهای کسی که ازدواج کرده و طلاق گرفته این به معنای این نیست که این دیگر صلاحیتی این رو نداره که ازدواج کنه، دیگه این که زندگی براش پایان یافته، دیگه اینی که این نمیدونم گناهکار هست. نه، اینها بلکه در ازدواج دوم بیشتر زنهای مطلقه موفق هستند، چون یک تجربه ای رو داشت و اولا در تجربه اولش انتخابش خب فهمید که انتخابش نادرست بوده. الان در انتخاب بعدی خیلی حواسش جمعه، پخته‌تره و یه تجربه ای داشته در زندگی، میدونه که چطور با یک مرد رفتار بکنه، چطور اون رو کسبش کنه تا چطور از دستش نده. یعنی مرد رو میشناسه، نفسیات مرد رو بهتر درک میکنه. این رو باید ما این رو به جامعه برسونیم، در جامعه این مفهوم رو بکاریم که زن مطلقه یک زن بیمار نیست، زن مطلقه یک زن گناهکار نیست، زن مطلقه یک زنی نیست که ما این رو بذاریم که بیاد دچار یک بحران‌های بسیار شدیدی باشه. این زن حالا ببین که چه مشکلاتی رو تحمل میکنه. من تعجب میکنم که در محیط‌های جامعه، در محیط‌های خانواده، در محیط‌های همون بسته روستایی یا نمیدونم کوچه، محله، یه زن بیوه‌ای باشه و توی اون محله مردای با غیرتی هم باشه. من تو غیرت این مردا، تو انسانیت این مردا، تو شرافت این مردا شک دارم. تو چطور در فضای جامعه میبینی که انسانی داره با یه عالمه مصیبت و مشکل و بحران دست به گریبان هست و تو در خونت راحت بشینی؟ کجاست این جوون مردید؟ کجاست این حس انسانیتت؟ خیلی حرفه که ببین این زنه، تمام جامعه به این بی چشمی نگاه میکنن، انگار که این در جامعه میره، انگار که مثلا یه زن مثلا آری باشه، همه براش تشر میزنن، حتی خانواده پدری. این دیگه اون زنی که قبلا دختری که تو خونه پدر اون عزیز بود و گل سرسبد خانه بود و نمیدونم برای خواهرها و برادرها، اون حیثیت رو نداره، گم شده اون حیثیت. چرا آخه اینطوری باشه؟ این همون شخصه. خب نمیدونم اطرافیان همه تشر میزنند و اشارتاً به هم دیگه میگن آقا چطور یه فلانی مردی برو خواستگاریش. اما اینه که بیایی مسخره کنی، با ناموس مردم، با حیثیت مردم بازی کنی، این دیگه از انسانیت بدوره. جناب دکتر، یک موضوعی هم اینجا هست که بالاخره شاید خیلی ها که میخوان پا پیش بگذارن مانع شده، یا طرف خودش ازدواج کرده قبلا. شما فرمودید تو جامعه‌ای که مطلقه یا بیوه هست چطور مردان اون جامعه صحبت از غیرت و شرف میکنن و زندگیشون میکنن، یا حالا خودش قبلا ازدواج کرده، خب همسر داره و زندگی آرامش خودش رو داره، و یا اگر ازدواج نکرده، غالبا رسم جامعه ما بر این است، درست و غلطش رو خودتون بهتر میدانید، که آقا پسری وقتی میخواد بره ازدواج بکنه طبیعتا اولویت اولش کسی هست که ازدواج نکرده، و همینطور اون طرف هم دختر خانمی که میخواد ازدواج بکنه، حتی این احساس میکنم نسبت به پسرهایی هم که مردهایی هم که طلاق دادن خانمشون رو، یعنی به راحتی هر جایی شاید نپذیرنشون، این مشکل اون طرف هم هست. درسته که خواهرها بیشتر، خب مردها هم بعضی جاها طبیعتا تا میره خبر میشن که شوهر خانم قبلیش رو طلاق داده، میگن چرا طلاق داده، چیکار میکنین، شاید اصلا قبولش نکنن. این تصور هم هست، یکی از اسبابی که سبب میشه که این به هر حال تأخیر صورت بگیره، یا این جرأت نیست. خانواده ها حساسیت دارن نسبت به این موضوعات، و شما فرمودید که بالاخره نمونه های ما داریم مثل زید و زینب که هیچ مشکلی با هم نداشتن. طبیعتا نمونه هایی هستن که واقعا یک مشکلاتی وجود داشته. خب این حق رای نمیدید به خانواده ها که بترسن از اون نمونه های منفی که شاید نمیدونن که حالا اینایی که جدا شدن واقعا مثل زید و زینب بودن یا نه واقعا مشکلی بوده که جدا شدن. اولا اینی که ما بگیم این عرف و رسوم جامعه ما هست، این اشتباه است. عرف و رسوم جامعه ما بر عقلانیته، بر
رسیدگی به مشکلات جامعه است. ما مسلمونیم، عرف و رسوم جامعه ما در واقع همون دیانت ماست. این که باید باشه، ولی آنچه که متاسفانه در واقع داره اونی که در واقع هست ریزش عرف و رسوم ماست. اونی که در واقعیت جامعه الان هست، این در واقع یک ویروس هست که به جامعه ما زده. من الان باید با همین بیماری بسازم یا این رو درمانش کنم. استاد سلیمانی عزیز، ما در قرآن کریم یک آیتی داریم که عجیبه. این آیت میاد، قرآن میاد به مردا میگه که آهای مردا، شما حق ندارید زنی که در عده هست، طلاق داده شده یا شوهرش وفات کرده، عده رو داره میگذرونه، شما حق ندارید از این زن خواستگاری کنید. یعنی چی؟ ولا تعزموا عقدة النکاح. یعنی چی؟ چرا من میکنه اصلا؟ برای چی من؟ برای اینه که این حرف الهی برای مرداست، برای نامردا نیست، برای جامعه با غیرته، برای جامعه بی غیرت نیست. به جامعه با غیرت داره میگه تویی که غیرت داری و میدونی که این زن بیوه شده یا مطلقه شده و نمیتونی تحمل کنی که یک زن مطلقه تو جامعه تنها باشه، صبر کن. ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. تا کتاب به اجل خودش نرسیده، تا وقتش تموم نشده، تا ثابت نشده که رحمش پاک هست، اون 4 ماه و مثلا 40 روز نگذرونده، 10 روز شو، 4 ماه 10 روز شو، شما حق ندارید برید ازش خواستگاری بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینه که جامعه در فکر این است که یعنی اجازه نمیدم من. صحبت از اینه که دی عجله دارن. این صحبت از خانم بیوه است. این صحبت از آیه 235 بقره 234 درباره کسی که همسرش فوت میکنه. این آیه بعدی درباره خواستگاری از اون است. الان یعنی چی؟ یعنی جامعه این عبا داشت، غیرت جامعه اجازه نمیداد. من چطور اجازه بدم که تو فامیل ما یک زن بی سرپرست باشه؟ زن بیوه یا زن مطلقه یعنی چی؟ یعنی زن بی سقف. خب چرا؟ الان ببینید وحشتناک استاد سلیمانی. من وقتی که این آمار رو میخوندم اصلا مو به تنم سیخ میشد که در مثلا شهری مثل تهران میگن 80% زنهای مطلقه در 9 ماه اول طلاقشون روشون شکایت میشه، شکایت‌های اخلاقی تو دادگاه ها. فاجعه است. یعنی چی؟ یعنی آقا شما الان من حق ندارم به این زن بگم که چرا؟ اینی که شما یک زنی رو، یک زن بیچاره بی سرپرستی رو بندازید تو دریا، بگید آقا مواظب باش خیس نشی، این دیگه کمال نامردی است. چرا انداختیش تو دریا؟ آقا چرا شوهرش طلاقش داد؟ آقا ما با یک واقعیتی روبرو هستیم. طلاق صورت گرفت، اشتباه از آقا بود، از خانم بود، نمیدونم عیب و ایرادی با هم داشتن، نمیدونم هر چی بود. الان یک واقعیت با یک واقعیت باید ساخت. اینجاست که اولا که این خانم ها باید این اعتماد به نفس رو داشته باشن، بدونن که طلاق نیست، انطلاق هست. طلاق یعنی حرکت. تو الان طلاق داده شدی یا گرفتی که چی؟ که یک زندگی بهتر رو بسازی. تو در یک مصیبت بودی، از این مصیبت وقتی اومدی بیرون، یعنی اینی که الان باید در فکر ساختن یک زندگی بهتر باشی. این زن اختیارش دست خودش هست. در قضایای ازدواج زن با دختر باکره یک به صورت چارچوب‌های خاص خودش رو داره. رضایت ولی و نمیدونم. در زن مطلقه یا زن بیوه این یه مقداری فضا بازتر هست. اصلا توکید هست بر پدر مادرها که جلوی ازدواج اینا رو نگیرن. اون وقت جامعه میاد جلوی ازدواجشون رو میگیره. به چه حقی؟ سنای قرآن اسمن میکنه. این جامعه این روندی که داره میره، این روند بیمار هست. جامعه ما بیمار هست. ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. میخواد برگرده به همون شوهر بدجنسی که طلاقش داده. حقشه.
تو حق نداری جلوشو بگیری. یه تجربه‌ای داشتن اینا. ببینید محیط خانواده اینه که من خیلی عصبانی میشم وقتی میشنوم فلانی مثلا میگه که آقای سلیمانی به زنش نمیدونم ظلم میکنه، آقای فلانی به فلان کار میکنه. این محیط بسته خانواده است. هیچ احد و ناسی یعنی چی؟ یعنی همون عزیزترین عزیزا حق ندارن تو این مسئله دخالت کنن. چرا؟ چون اون چیزیه که شما مثلا ظلم میبینید اون اختیار اون دوتاست. فلانی 3 تا زن داره، به تو زنش خیلی ظلم میکنه، تو وکیل مدافعی؟ خودش اومده به شما گفته که من دارم ظلم میکنم، زناش اومدن به شما شکایت کردن، نه به تو چه؟ اینا مسائل داخل خانه است. این 3 تا با هم نشستن، 4 تا با هم نشستن، این 3 تا یه چیزایی خواسته هایی داشتن، اون گفته آقا برای من یه خونه خوب بگیر، اصلا هفته یه بار پیش من بیا. این دیگه نمیدونم. اینا مسائلی هست که اتفاق میشه. عدالت حقه، مساوات نیست. عدالت چیه؟ عدالت اون چیزیه که ما خواستیم، عملاً اجراش کردیم، راضی هستیم. به توی اجنبی چه؟ تو مسائل دیگران دخالت میکنی. اینه که ما باید مسائل زندگی همدیگه رو احترام بذاریم. این 4 دیواری تقدس خاصش داره. اگر چشت رو تو خونه دیگری گذاشتی حق داره با میخ بزنه چشت رو کور کنه. این چش اصلا دیگه نداره. خب پس قضایای داخل خانواده اینا یک تقدسی داره. حالا یک طلاق صورت گرفته، من میخوام به این شوهر مطلق یا این زن مطلقه به این زن شوهر بدم، اینا رو به سامان برسونم، حق منه. بشنوم که آقا چرا اینا طلاق گرفتن. بله. خب طلاق گرفتن از کی میپرسم؟ از کی باید بپرسم؟ از خانواده ها و از خود فرد. خود فرد توجه کنید، مثلا این آقا دست به زن داشت، زنش رو میزد و الان طلاق شده. الان من ازش میپرسم، میاد انکار میکنه که من میزدم. یعنی چی؟ یعنی اینی که این فرد از اون کاری که میکرده پشیمونه. بله. دوباره این زین غلط ها نمیکنه. همین که این کار میکنه یعنی دیگه دوست نداره که پس چی؟ یعنی چون که ایشون در ازدواج اولش ناموفق بوده، دلیل این نیست که در ازدواج دوم موفق نخواهد باشه، بلکه چون که در ازدواج اول موفق نموده، درصد بالایی احتمال هست که این در ازدواج دوم موفق باشه، چون تلاش بیشتری میکنه که مثل اول نشه. چون که یک حالتی رو از آقایی بود رانندگی میکرد، زد تصادف کرد. الان ما ماشین بعد دستش میدیم یا نمیدیم؟ چرا ندیم؟ میدیم و امیدواریم که دوباره از این تصادفا نکنه. چرا؟ چون که الان دیگه خیلی احتیاط میکنه. اول احتیاط میکرد یا نمیکرد، الان لازما احتیاط میکنه، چون که یک تجربه تلخی رو گذرون. و همینطور خانم ها. جالب هست که بعضی از آمارها نشون میده که جوونها تمایل ازدواج با زن مطلقه رو بیشتر دارن. جوونها؟ بله. جالب است که بدونید که بعضی از ازدواج نکردن، یا منظورتون جوونه؟ بله. خیلی از جوونها زن مطلقه میگیرن. چرا؟ چون که زن مطلقه تکالیف ازدواجش کمتره. این یک بودش. یه بودش هست. خب میدونید که بعضی از دخترها آرزوشون اینه که با یک مرد زنداری ازدواج کنن، چون که ریسکش کمتره. الان شما دارید با یک کسی، با آقای سلیمانی میخواید ازدواج کنید که شما زندگی سلیمانی رو از سیر تا پیازشو میدونید که این آقا در زندگیش موفق هست، برای زنش احترام خیلی زیادی قائل هست، در خانه‌داری و بچه‌داری و نمیدونم عاطفه و فلان و علان. مثال میزنم زیاد خوشحال نشو. خب الان چی؟ طرف میاد میگه که مامان اگر همین شیخ سلیمانی منو بگیره خیلی خوبه. ما این نمونه رو داریم یا نداریم؟ فکر برگشتن من به خونم باشه دیگه. نه، من این مثالو میزنم چون که میدونم که شما
کاری نکنید به هر حال بعد نگه آدم. بله. خب الان میگم که ما این زنی که به اصطلاح الان طلاق داده شده باید این رو بیایم ببینیم که در زیر پوستین جامعه کلفت جامعه چی میگذره. یک درد خاموشه واقعا جناب دکتر. یک دردیه که در خاموشی خودش تعفن زده. وقتی که من میام میگم آمارها از 6 میلیون اضافه دارید در یک کشور 80 میلیونی، فاجعه است. خیلی فاجعه است، واقعا فاجعه است. یعنی ما در جوامعی داریم که همین جوامع اسلامی خودمون آمارای طلاق به 50% میرسه. یعنی نصف ازدواج ها شکست میخورن. حالا یک اشتباهی شده که ما نباید در ابتدا سرسرکی ازدواج میکردیم و باید طبیعتا یک دلایلی داشته دیگه. حالا این مجال صحبت نیست، شد دیگه. حالا شد. الان با این واقعیت صورت گرفته من چطور کنار بیام؟ مثل اینه که کسی مریض شده، حالا دیگه سرطان گرفته یا دست شکسته یا پاش شکسته، دکتر نمیپرسه که چرا سرما خوردی، چرا جلوی خودت نگرفتی سرطان گرفته. آقا جناب دکتر وظیفه شما حل این مشکله، من این مشکل رو دارم، میتونی راه حل داشته باشی یا نه؟ من الان میگم که اینی که ما بیاییم فکر کنیم که آقا سیستم باید یک اداره‌ای باشه، یک مرکزی باشه که این کارا رو مدیریت بکنه، یک ارگانی در حکومت باشه، مثلا وزیر زنهای مطلقه ما داشته باشیم. آقا ما این شعور و این مدیریت و این عقل رو در سیستم حکومت‌های خودمون نداریم. اگر می داشتیم به این افتضاح نمی افتادیم. اما من الان دارم میپرسم که همین مسجدی که شما بنا کردید کارش چیه؟ آقای روحانی که توی این مسجد داره امامت میده اگر در مسائل اجتماعی دخالت نکنه ارزشش چیه؟ وقتی که قرآن کریم سوره هایی رو به نسبت مسائل اجتماعی داره. من این موضوع طلاق، سوره طلاق رو حفظم هست و میخونه هم در محراب. وقتی سوره طلاق رو میخونه عمل نمیکنه به احکام طلاق یا به جامعه رو به این سمت راهنمایی نمیکنه، پس این مسجد ارزشی نداره. مسجد فقط برای ادای نماز جماعت نیست. مسجد محور مدیریت ارزش‌های یک جامعه است. اخلاق جامعه باید از طریق مسجد اینجا پمپاژ بده. مسجد مثل یک قلب توی منطقه. چرا ما تو هر منطقه یه مسجد درست میکنیم؟ خب این حالا میگه که مثلا روحانی مسجد ما این صلاحیت رو نداره. من میگم مسجد، نمیگم روحانی مسجد. تو همین منطقه شما چند تا آدمای ریش‌سفیدی هستند که این صلاحیت رو دارن؟ چند تا آقایون معلمای مدرسه چیکار دارن میکنن؟ معلم مدرسه فقط کارش همینه که بیاد بابا آب داد بابا نان داد و به بچه‌ها یاد بده؟ بابا جامعه جگرگوشه هاشو به تو داده. تو باید بدونی که توی هر خونه هر یکی از این بچه‌ها چه مشکلاتی هست. باید در فکر حل این مشکلات باشین. ببینید یکی از بدترین افرادی که در این زمینه سمپاشی میکنه و بیشترین گناه رو تحمل میکنه و بیشترین ضربه رو هم میزنه، میدونی که خود خانم ها. زن مطلقه وقتی که میاد توی خونه، خانم یک جبهه گیری میکنه که نکنه که شوهر منو میخواد، مخ شوهرم رو بزنه. آیا این حق نداره که از دیگه خودش دفاع کنین خانم؟ از دید خانم‌ها میگم، این رأی من از دید خانم‌ها من میخوام بگم که هر انسانی که به فکر انسان‌های دیگر نشد ضربه میخونه. خب اینجا شاید خواهری بگه که من اگر بگذارم تا بیاد تو زندگی من ضربه میخورم. شاید اون از من خوشگل‌تره، زرنگ‌تره و شوهر منو میدوزه و بعد دچار مشکل میشه. هر چیزی که انسان ازش ترسید احتمال اومدن این بلا رو سرش زیاده. خوبه؟ که اون خانومی که از این وحشت داره که شوهرش یک ازدواج دیگه بکنه روش، غالبا شوهرش ازدواج میکنه. ما با ترس، با واهمه، شما ماشین رو بده به کسی که هی میترسه که تصادف میکنه یا نمیکنه؟ حتما. دقیقا همینطور باید شما اعتماد به نفس داشته باشین. باید به شوهرت برسونی که این زن نیازمنده.
این زن یتیم داره، دست کشیدن روی سر یتیم، انا و کافل الیتیم که هاتین، آقا تو با کسی که یتیم پروری میکنه داخل بهشت اینطوری میرید، با پیامبر دست به دست پیامبر وارد بهشت میشین. السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله، اونی که در فکر مسکینان و نیازمندان هست. اون در قرآن چقدر داریم که ولا یحضون علی طعام المسکین، یعنی اینایی که در فکر مسکینان نیستن، تشویق نمیکنن جامعه رو به رسیدن به اینای دیگه، اینا خیلی ضربه میبینن. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یتیم خیلی مهمه. این خانم یتیم داره، این خانم خودش بینواست، این خانم در معرض خطر هست، این جامعه در معرض خطره. وقتی که شما فکر میکنید که این خطر، حالا من نمیدونم که این خانمایی که همچین تصوراتی دارن از کجا این ضمانت رو ندارند که خودشون فردا به همین ابتلا گرفتار نشن. کی براشون ضمانت کرده که شوهرش نمیمیره؟ کی براش ضمانت کرده که خدای نکرده فردا شوهرش طلاقش نمیده؟ پس این خطر همونطوری که اومده همسایه تو رو زده، فردا امکان داره که تو هم مبتلا بشی به این. شونه کنه تو همه ما رو نجات بده از مشکلات و خانواده رو حفظ میکنه. پس چرا من نیام اون چیزی که فردا بهش نیاز دارم امروز اون رو در فکرش نباشم؟ اگر من امروز به فکر دیگران باشم. ببینید استاد سلیمانی عزیز، ما بندگانی کیم؟ الله تعالی. آیا امکان داره که یک انسانی بر بندگان پروردگار از خود خداوند متعال مهربان‌تر باشه؟ کلا و حاشا. هرگز. ببینید حدیث عجیبی داریم در احوال یوم القیامت. در روز قیامت دو کس به هم میرسن. یکی صحیفه اعمالش یک چند گرمی نیاز داره که مساوی بشه تا برم جنت بهشت. یکی دیگه تو صحیفه اعمالش هیچی نداره، فقط یک نیکی داره. این میاد به هم میرسن، اون داد و فریادشه که من بدبخت شدم، حالا میرم جهنم. چیته؟ میگه والله یک نیکی کم دارم. اون با خودش فکر میکنه که با یک نیکی من هرگز به بهشت نمیرم، با این همه خروارها گناه. چرا من نیام اینو به این بدم؟ حداقل مشکل این رفع بشه. یک بسیار تصویر رمزی هستی. میگه که آقا همین نیکی من هدیه به تو برو بهشت، من که جهنمی که جهنمیم. خداوند متعال اجازه نمیده که بندهش به فکر بنده اون باشه. یک بنده از بندگان خدا بیاد برای بنده دیگه خدا مهربونتر از خود خدا باشه. اینجاست که خداوند یعنی هر دوتاشون رو ببرید بهشت. اگر من به فکر دیگران باشم، زندگی من، سعادت من تضمین شده است. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اگر خداوند در دلهای شما خوبی رو ببینه، به شما خوبی خواهد داد. اما اگر حسد باشه، کینه باشه، ترس باشه، واهمه باشه، این میاد نمیدونم زندگی منو خراب میکنه، حتما زندگی خراب میشه. چرا؟ چون که تو از بنده میترسی، تو خدا رو پشت سرت داری. خدایی که زندگی تو رو به تو داده، سعادت رو داده، این ازدواج رو داده، نعمت این ازدواج. خداوند متعال هر نعمتی رو که به ما میده از ما چی میخواد؟ شکر نعمت. هر شکر نعمت از جنس نعمته. و احسن کما احسن الله الیک. اون در اون مسیر خوبی کن که خداوند متعال به تو خوب کرده. خداوند بهت علم داده، شکر علم این است که علمت رو به دیگران برسون. خداوند شما قاری قرآن کرده، شکر نعمت این نیست که بری در راه خدا انفاق کنی و پول نداری. صدقه کردن برای تو اولویت نداره، برای تو این قرآن رو به دیگران، خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما اون کسی قرآن یاد گرفت به دیگران یاد داد. بهت مال و ثروت داده، مال و ثروت. خداوند بهت صحت داده، از این صحتت باید انفاق کنی. خداوند بهت شوهر داده، باید شکر نعمت شوهر رو بهش خوبی کنی، بهش برسی و در عین حال این شوهرت رو تشویق کنی که به یتیمان برسه.
این شوهرت رو تشویق کنی به بینمایان برسه. حتی اگر این تشویق شما بر این مبنا شد که شما اون رو تشویقش کنید که یک زن بیوه‌ای که تو جامعه هست، یک زن مطلقه هست، اونو بگیره. هرگز گمان نکن که این زندگیت رو تباه میکنه. تو داری ایثار میکنی. این ایثارت رو خدا نمیبینه؟ شک. این ایثارت رو همون زن مطلقه ای که میاد نمیبینه؟ اما اینی که نمیدونم یه تنش‌هایی ایجاد میشه. این که میشه، باید هم بشه. حضرت در قصه های حالا چقدر صحت داشته باشه بذاریم، حضرت ابراهیم زنی داشت، سارا به حضرت ابراهیم کی رو داد؟ هاجر. یعنی سارا خودش هاجر کنیز ساره بود، هدیه داد، گفت که ابراهیم جان با این ازدواج کن چون تو بچه دار نمیشی. شاید از این بچه دار بشه. این جوونه من پا به سن شکر گذاشتم. نعمت کردی و نکرد؟ بله. نتیجهش چی شد؟ الله تعالی بهش اسحاق داد. کدوم اسحاق؟ پدر یعقوب. تمام پیامبران بنی اسرائیل بچه های اسرائیل سارا. پسرش بعداً لقب اسرائیل گرفت. بیت المقدس و بچه سارا درست کرد. سلیمان و داوود و موسی و عیسی هم بچه های سارا. حضرت یعقوب گرفته و برای بچه هاش یوسف علیه السلام، یوسف و سلیمان و موسی و عیسی و داوود، همه اینا بچه هایی که بچه های سارا. همین سارا وقتی که به ابراهیم زنی داد تک خوش نیومد، گفت که حالا برای جای دیگه زندگی کنه. خب یعنی این چیزا به وجود اومده، طبایع بشری اینها دیگه اون خوبی رو انکار نمیکنه. ما تا روز قیامت مدیون سارایی هستیم که به حضرت ابراهیم زنی داد، به شوهرش یک زنی دیگه ای داد که ما امروز بچه ها و پیروان کی هستیم؟ پیروان بچه هاجر. محمد صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیا بچه کیه؟ بچه هاجر. هاجر کیه؟ کنیز سارا، هدیه سارا به ابراهیم. یعنی سارا الان چی شد؟ ولی نعمت هم هست. ولی نعمت کل ما مسلمون ها و مسیحی ها و یهودی ها و زبوری ها و همه بهش احترام دارن و عرض ارادت دارن. خب با شوهرش که شوهرش همون کسیه که نامش هر روز زنده است. در هر رکعت نماز ما میگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم خدایا به پیامبر ما خوبی کن اونطوری که، یعنی این یک سمبل شده برای ما که ما به خدا میگیم خدایا به پیامبر ما اونجوری بده که به ابراهیم دادی. یعنی این ابراهیم بر ما، ابراهیم و خانواده ابراهیم و همه اینا همش از کجا میاد؟ از یک سارا میاد. پس یک زن میتونه کل آینده خودش، بچه هاش، همه رو تضمین بکنه با چی؟ با انسانیتش، با گذشتش. نه اینی که بیاد تو سری بده، نه به یک زن دیگه بترسه از اینی که خدای نکرده مشکل یک کسی دیگه به اون سرایت کنه و اگر ترسید حتما سرایت خواهد کرد. اجازه میدید یک برنامه بگیریم. برمیگردیم در خدمت شما خوبان عزیزان و سهمواران خواهیم بود. با ادامه موضوع برنامه همراه ما باشید.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما عزیزان هستیم و ادامه برنامه سفره دل با محوریت موضوع جامعه و زنان مطلق. جناب دکتر، شما در بخش اول صحبتاتون فرمودید که تشویق میکنید خواهرانی که طلاق گرفتن رو تا این رو یک نقطه‌ای به تعبیر خودتون به عنوان انطلاق، آغاز و حرکت، این رو در نظر بگیرن و به فکر این باشن که دوباره زندگیشون رو از نو بسازن. الان خواهری میخواد که بالاخره ازدواج بکنه طبیعتا و مشکلاتی سر راه هست، تعصبات بیجا در بعضی از خانواده ها که اجازه نمیدن دوربری ها که طلاق این دوباره ازدواج بکنه، یا احیانا دیوانه هایی پیدا میشن با عرض پوزش از این تعبیر که طلاق میده خانمش رو، بعد میره همه جا هم میگه که اگه کسی جرأت داره بره بگیرتش میکشمش اگر کسی رفت سراغش. یعنی چیزی که نه شرع میپسنده و نه عرف، هیچ نسبت بین این آقا و اون خانم دیگه نیست، دیگه طلاقش داده دیگه، الان زنش هم نیست که انقدر غیرت به اصطلاح خودش استفاده بکنه، غیرت بیجا. الان یک سری مشکلاتی وجود داره، بعضی جا خواهر میخواد اما جرأت نمیکنه که اقدام بکنه، یا به خاطر ترس از شوهر، مخصوصا برای خب این موضوع ما برای بیوه ها باز کمتر داریم که حداقل اون شوهر از دنیا رفته و مطلق شوهر زنده است. معناش اینه که وقتی میگیم مطلق یعنی شوهر زنده است. و موضوع دوم خانواده و حساسیت خانواده، یا اینکه روش نمیشه موضوع رو مطرح بکنه. چطور باید این موضوع رو مطرح بکنه؟ از کجا شروع بکنه؟ چطور این به هر حال دغدغه هایی که وجود داره رو حل بکنه برای اینکه بتونه یک زندگی جدید شروع بکنه؟ استاد سلیمانی عزیز، مشکل از کجا پیدا میشه؟ ما وقتی میایم ازدواج میکنیم بر مبنای کتاب و سنت ازدواج میکنیم، میاریم یک کسی رو نکاح میخونه و فلان، زندگی میکنیم بر مبنای خواسته های خودمون بدور از فرامین الله و رسولش. بله. طلاق میدیم بر مبنای خواسته های شیطان. خب اومدیم الان در همچنین وضعی کیه که داره ضربه میبینه؟ بزرگترین ضربه رو خانمه میبینه، بعد از اون خانواده این خانم، مخصوصا اگه بچه‌ای داشته باشه، بچهش، برادراش، خواهراش، پدر، مادر، محیط خانواده کلش، فامیل، یعنی بعد از اون کل جامعه. الان باید همه اینها دست به دست هم بدن برای رفع این معضله. اینی که این میخواد ازدواج بکنه، چطور این رو مطرح بکنه؟ زن که به اصطلاح میخواد ازدواج کنه، ببینید ازدواج یک اختیار هست. اگر خودش نمیخواد ازدواج نکنه، نکنه، میل خودش هست، اون که اختیارشه دیگه. بله، میتونه زندگیش رو بچرخونه، میتونه رو پای خودش با عزت و کرامت زندگی کنه، هر چه جامعه میگه اینا رو بندازه دور، اختیار خودش هست. بله. و ازدواج هم اجباری نیست، کلا ازدواج اجباری نیست برای هیچ کس. و ازدواج کل زندگی هم نیست. خیلی ها هستند که ازدواج اصلا نمی کنند و زندگیشون رو به بهترین وضع هم میتونن مدیریت بکنن. بله. خوبه. فرصت ازدواج براشون پیش نمیاد، بازم مردانه تو صحنه زندگی هستن. زندگی ما برای رسیدن به رضایت الله هست
یه چند سبایی زنده هستیم، بعد میریم پیش خدامون، میریم به عشتم. خوبه؟ حالا میخواد ازدواج کنه، باید به همه اطرافیان برسونه اینو، به خواهرش بگه، به نمیدونم عروساش بگه، به مادرش بگه، به خالش بگه، به عمش بگه. همه میدونن که این در به اصطلاح آمادگی ازدواج رو داره. اگر واقع بین باشه، بابا جان تو الان یک زن مطلقه هستی، میدونی که جامعه به چشش به تو نگاه میکنه، چند تا بچه داری یا نداری، اما مطلقه هستی. الان دیگه انتظار این رو نداشته باش که نمیدونم حاشیه‌ای برات ایجاد بشه، کی بیاد به خواستگاری. انتظار این رو داشته باش که یک انسان درستی بیاد. ترس از تجربه گذشته نداشته باش. با گذشته کلا قطع رابطه کن. تو الان به یک زندگی دیگه میخوای بری. در ازدواج اولت ناموفق بودی، یک مرد بدی بود، معناش این نیست که همه مردا بدن. اون یکی بد بود. حالا چند میلیارد مرد دیگه هست که آدمای خوبی هستن. حالا انتظار این دیگه نداشته باش یه جوونی بیاد به خواستگاری. بذار یک آقایی بیاد برای به عنوان ازدواج دوم تو رو بگیره. یه آقای شوهر از همسرش وفات کرده، 2 تا بچه داره، تو مادر 2 تا بچه هستی، بذار مادر 5 تا باشی. خب اون رو با بچه‌هاش قبول کن. اینه که واقع بین باش. بیا در حالا اگر مثلا افرادی هستن که قلدری میکنن، میگن که نمیدونم اگر فلانی کسی بره ازدواجش من چه کار میکنم، این فرد به قلدر با قلدر باید با قلدری برخورد کرد. تو این جامعه یعنی 4 تا جوون مرد پیدا نمیشن که این یارو رو بگن 2 تا سیلی بذارن زیر گوشش. ما ببینید یه مسائلی هست که یک سیستمی اون رو حل میکنه. ما میگیم آقا سیستم ما مشکل داره، ما تو کشورمون قانون نداریم، ما تو کشورمون آقا خر تو خره، تو کشورمون نمیدونم به اصطلاح پلیس خودش دزد سر گردنه ما پلیسه. این به این معنی نیست که ما جامعه رو بذاریم به هر طوری که میخواد بره. تو این جامعه جوان مردا کجا هستن؟ همون کسی که میاد ازدواج میکنه 5 تا از جوان مردا رو جمع کنه که آقا من میرم این خانومو میگیرم تو جامعه از این معضله، از این مشکل خلاص بشه. ببینید استاد سلیمانی عزیز، فکر کردن در مشکلات دیگران، وقتی خداوند متعال این همه چی میکنه که بسیار لا تحاضون علی طعام المسکین، یعنی چی؟ ترغیب نمیکنه دیگران، تحریک نمیکنی یعنی چی؟ یعنی آقا تو نداری خودت. اگر قضیه چی هست، یتیمی هست، من کفالت یتیم میکنم، اینو باید بکنم چون من توانمندیشو دارم. آقا من توانمندیشو ندارم. توانمندی که نداری، دهن که داری، میتونی بقیه رو تشویق کنی. میتونی بقیه رو تشویق کنی. گناه کجاست؟ در تشویق نکردن. گناه در رسیدگی، بابا این رسیدگی رو این توانشو ندارم. گناه در عدم سعی در حل مشکلات مردمه. بیخیال بودن. ببینید استاد سلیمانی عزیز، مکانت مسجد نبوی چقدره؟ خط سرخ بر الله تعالی. چقدر کسی اونجا نماز بخونه چقدر اجر داره؟ اصلا از همه گوشه و کنارش هر چی نگاه میکنیم اونجا آرامگاه رسول الله رو الان تصور کن خودش داره. پیامبر خدا در مسجد النبی بیاد اعتکاف بشینه، چه عبادت بزرگیه. رمضان رو داره، اعتکاف رو داره، خود رسول الله، خود ذات نازنینش، مسجدش هم که مسجدش حرم الهی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر من برم برای حل مشکل یک انسانی مسلمانی برم تلاش کنم، نه اینکه مشکلش حل کنم، تلاش کنم، این برای من عزیزتره از اینی که 1 ماه من بشینم توی مسجدم اعتکاف. من پیامبر بشینم، رسول الله 1 ماه در مسجد النبی اعتکاف بشینه، این اجرش کمتر از اینه که من نوعی رسول الله، من شخص شما، من شما آقای محمود خان، آقای من شما غیر رسول الله، من و شما گناهکار بریم
تلاش کنیم یک مشکل یک انسانی، گره یک مؤمنی رو برطرف کنیم، این اجرش بیشتر از اینی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم 1 ماه در مسجدشون با زبان روزه اعتکاف بشینن. خوب شد؟ خیلی معنا عظیمه. یعنی به این معناست که من یک حرکتی وقتی میکنم برای حل مشکل یک برادر مسلمان، خواهر مسلمان، به این معناست که این ارزش انقدر زیاده که رسول الله ثواب 1 ماه اعتکاف خودش رو در مسجد نبوی با اون دعاها که ردخور نداره، با اون اذکار، با اون عبادت‌ها، با اون حضور قلب، با اون تعلق با الله تعالی ببخشه به من نوعی و بلکه بیشتر از اون. یه چیز بگم استاد سلیمانی عزیز، برای آقایونی که قلدرن، برای آقایونی که خداوند بهشون ماهیچه داده، توی آدم قلدر، توی آدمی چی؟ قلدر، جوون مرد، تو اگر بری پیش آقای سلیمانی بگی آقای سلیمانی فلانی زنش رو طلاق داده، این طفلک مطلقه است و گفته که هر کسی این رو بگیره من میکشمش، تهدید کرده، کسی جرئت نمیکنه بره، تو وضع حال منو میدونی، من نمیتونم ازدواج کنم بنا به دلایلی. خوبه؟ اگر شما آقای سلیمانی رفتی این خانم رو گرفتی، من ضمانت میکنم که فلانی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، یک سیبیل جلوش بچرخونم حله. و آقای سلیمانی یک هوم میکرد، بعد بلند شه بره پیش همون آقای، بره خب یه جایی نشسته، بره یه سلامی بهش بده، دستشو محکم بهش فشار بده که نفسش در بیاد. آقای فلانی تو همچین غلطی جایی کرده بودی، من آقای سلیمانی رو فرستادم برای خواستگاری این خانم، اگر چشم چپ به آقای سلیمانی نگاه کردی یعنی با من طرفی. قلدریه؟ شما تلفنی طرف میدید؟ قلدریه نه؟ این قلدری توی آقای قلدر گناهکار، ارزشش ثوابش پیش خداوند متعال بنا به دستور و به بنا به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیشتر از اونی هست که پیامبر خدا به شخصش در مسجد النبی 1 ماه اعتکاف بشینه در رمضان. چرا ما از این عبادت‌های با این عظمت غافلیم؟ چون که ما نمیدونیم که تمام زندگی ما باید عبادت باشه، چون که ما مغرور شدیم، فقط به فکر خودمون شدیم، خودخواه شدیم، درد جامعه رو احساس نمی کنیم. نمیدونیم که من همین قلدری این ماهیچه ها رو خدا به من داده، برادر من مثل چوب کبریته، اینو هم خدا خلقش کرده، منو هم این قلدری رو داده که برای دیگه ازش استفاده کنم. صحابی می اومد یک چی می بست، یک شال سرخ می بست رو پیشونیش، می اومد روی جلوی بسیار ارتش کافرها طوری رفت میکرد که بینیش چسبیده بود به آسمون، عرض اندام میکرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمود این راه رفتن رو خداوند هیچ جا دوست نداره مگر اینجا. در مقابل این افرادی که همچنین حماقت هایی میکنن، به قول شما دیوونن، باید دیوونه بازی عین عبادته. خوبه؟ بعد بیاد مثلا برادرای این خانم، پدرش، نمیدونم خینوش، ما اجازه نمیدیم که این ازدواج. غلط کردی، شما که چیکاره اید؟ شما اصلا چیکاره اید؟ وظیفه شماست که دنبال ازدواج این باشید، نه اینکه جلوی راهشو بگیرید. اگر همچنین چیزی به اصطلاح اومد صورت گرفت، اینجا چی اتفاقی میفته؟ اینا در واقع اون مسئولیتی که دارن، اون ولی امری که به اینا دارن، اون حیثیتی که دارن، اون از دستشون رفته. الان هر جوان مردی که تو این هست، هر نمیدونم ریش سفید این محله، این مسجد، این خانواده، الان دیگه نه حق نداره که از پدرش به مادرش، از عمه و عمو اینا واسه اجازه بگیره. ولی امر این خانم این است، جامعه ولی امرشه. جامعه باید درک کنه که این ببینید
بچه یتیم تو جامعه اگر جامعه بهش نرسه احساس خواری میکنه. احساس خواری کرد یعنی فردا سرباری این جامعه است. من فردا باید از آینده دخترام ترس دارم، چون که تو این جامعه این بچه شده بچه هرزه. چرا من بذارم که هرزه بشه؟ چرا من اینجا در آستین بالا نکشم؟ استاد سلیمانی عزیز، یک زن فاحشه میره به یه سگی آب میده، خداوند متعال از تمام گناهانش در میگذره به خاطر آب دادن به یک حیوان. اینا انسانن. تو جامعه ما چقدر از این انسان ها داریم؟ چرا کوریم اینا رو نمیبینیم؟ چرا احساس نداریم؟ نمیدونیم که اگر من این احساس رو در مقابل اینا ندارم، برای این بچه ها ندارم، فردا احتمال داره که بچه های من همچنین حالتی براشون پیش بیار، خدای نکرده یتیم بشن. چرا این احساس رو نداریم؟ باید این رو زنده کنیم. وليخشى الذين تركوا من بعدهم خلفا ذرية ضعافا خافوا عليه. وقتی که من برای ذریت خودم میترسم، از آیندهشون میترسم، برای اینا ذریت جامعه هستن. باید به فکر اینا باشیم، بی فکر یتیمان، به فکر بیوه زنان، به فکر زنهای مطلقه. چرا بذاریم که این زن مطلقه به صدا اینجور بی سرپرست بگرده، بره هر کسی براش متلکی بندازه و تشری بزنه و یک حرفی بزنه؟ چرا جلوی اینا رو نگیریم؟ جلوی اینا این نیست که من بیام بگم که آقا این حرفا رو نزنید. اینه که من بیام سرپرست این خانواده باشم. چون دکتر بخاطر اینکه وقتمون داره کم کم به پایان نزدیک میشه، برای رابطه حالا خانمی که مطلق است و فرزند داره، به این معناست که خب بالاخره شوهر قبلی که پدر فرزنداش هست همچنان در رابطه خواهد بود با این، و مخصوصا اگه بخواد بره ازدواج بکنه. چه توصیه هایی داری در این موضوع؟ حالا خیلی ها متاسفانه میبینیم که اینجا کلا یا پدر ظلم میکنه در حق مادر این فرزندها، رفته ازدواج کرده، بچه‌ها رو برده پیش خودش، اجازه نمیده برن پیش مادرشون، یا برعکس مادر زورش و خانواده مادر بیشتر بوده، بچه‌ها رو گرفتن نمیگذارن برن پیش پدر، یک طلاقی صورت گرفته، بالاخره این بچه‌ها این وسط ماندن، حالا پدر و مادری که رفتن ازدواج کردن و بچه‌ها رو اینجا قربانی میکنن به خاطر احیانا لج و لجبازی‌های خودشون. اون پدر یا مادری که نمیذاره بچه‌هاش احساس بکنن پدر دارن یا مادر دارن، اون ارزش و لیاقت پدر مادری رو نداره و ظلمی که میکنه به کی میکنه؟ به خودش میکنه. این بچه‌ها مرغای ماشینی نیستن، انسانن. امروز تو میتونی که اینا رو پدرشون رو بد و بیرا بگی، نذاری که پیش پدر برن یا اجازه ندی، یا برعکس این مادر رفته ازدواج کرده، نمیدونم بچه‌هام خراب میشن فلان، اجازه ندی که این بچه‌ها احساس کنن مادر دارن. فردا این بچه‌ها بزرگ میشن، عقلشون رو سر کار میفته، میفهمند که پدرشون یا مادرشون در حقشون چه جنایتی کرده. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ ترکش میکنن. از اون پدر یا مادر متنفر میشن، احساس میکنن که مادر ما ظلم شده، احساس میکنن که پدر به پدر ما ظلم شده، این مادر بدجنس بوده. پس تو داری آینده خودت رو در واقع داغون میکنی. اولا این بچه ها چون که پدر یا مادر ندارند، یعنی پدر مادری وجود داره، اگر وفات میکرد خب میدونستن با یک واقعیت بودن، اما الان پدر هست. بله. الان پدر هست، این الان احساس حقارت میکنه تو جامعه، این از نظر شخصیتی لطمه میبینه، در آینده خیلی دچار خطرات خیلی بدی میشه، چون که شخصیتش تکامل پیدا نکرده. شما مادر نگذاشتید یا شما پدر این اجازه رو ندادید. شما حق دارید که پدریت کنید، اما حق ندارید که مادریت رو حذف کنید. حق داری مادریت کنی، حق نداری که وجود پدر رو، سایه پدر رو قطع کنی. شما با هم مشکل داشتید، اما این بچه ها با چه مشکل دارن؟ خب این حق رو ندارن و جامعه نباید بهشون این حق رو بده. یعنی جامعه یعنی چی؟
یعنی وقتی من میبینم که برادرم همچنین کاری میکنه، من عموی این بچه‌ام. چطور من عمو، من دایی، من خاله، من عمه، من نمیدونم پدر بزرگ، من همسایه اجازه بدم که این داره بچه‌ها رو داغون میکنه؟ این بچه‌ها مال جامعه ان، این بچه‌ها آینده جامعه ان. من نباید الان مثلا اگر یک پدری بیاد بچهش رو جلوی من دستش رو با چاقو ببره، میذارم من؟ نه. میتونه به من بگه تو چی کاره ای؟ من هیچ کاری نیستم اونجا، اما این اجازه رو بهش نمیدم. که هستم برای نمیذارم یک کسی به انسان دیگه ضربه بزنه. الان دستش رو ببره، این انسان است، میتونه اما این لطمه روحی که به این بچه میخوره از این دست بریدنش که بدتره. این فردا معتاد میشه، این فردا قاتل میشه، این فردا فاحشه میشه، این فردا چی میشه؟ به خاطر چی؟ به خاطر همین نمکاری یا غرور این پدر مادر. باید اهرم هایی که تو جامعه هستن فعال باشن. عمو، توی عمو چه نمیدونم شکل و قیافه خوش بود اسمتو بذارن عمو؟ این یک صفته. ببین ما تو جامعه هممون یه اسم داریم. بله. آقای فضلالحق سلیمانی. چرا آقای فضلالحق سلیمانی برای بعضی از افراد یک صفت خاصی، جامعه نه خدا بهش داده؟ تو عمو هستی، جامعه قبول داره، شرع خدا قبول داره، همه چیز. بعضی از اعراف عجیب است، یعنی قوانین الهی. مادر زن، شما میتونید با زنی که باز تو بیگانه بود ازدواج کردی الان شد زنه، بعد از مدتی اگر خدای نکرده طلاقی صورت گرفت، این شد دوباره چی؟ بیگانه تماما. یعنی یک قراردادی بود که این قرارداد برای همیشه قطع شد. برای هم بیگانه بودید، شدید محرم هم، نقص ساختید، شدید بیگانه. مادرزن چه حیثیتی رو داره؟ مادرزن بیگانه شد مادر شما. تا روز قیامت این مادر شماست. تا روز قیامت با این محرمی، چه دخترش در عقد من باشه چه نباشه، چه باشه چه نباشه، چه زنده باشه چه بمیره. و همچنین پس این مکانت، این یک قدسیته، یک شرفه، یک مکانته که خدا به شما داده. شما رو اسمتون بودن مادر خانم، مادر شوهر، پدر خانم، پدر شوهر، عمو، عمه، دایی، خاله. شما کجایید اینجا؟ عمو عمه نیستن، پسر عمو. من چطور اجازه بدم پسر عمو، من کسی که من پسر عموشم، من پسر داییشم، بیاد هر کاری که میخواد بکنه با بچه هاشو با خانمش بکنه؟ من کجا هستم؟ انسانیت من کجاست؟ جالب اینجاست در بعضی از اعراف، مثلا تو پاکستان نمیگن که مهدی آقا پسر عموی منه یا پسر دایی منه، محمود پسر خاله منه یا پسر عمه منه. میگن که برادر عمویی منه، برادر خاله‌ای منه، برادر عمه‌ای منه. یعنی برادر منه از عمم، برادر منه از عموم، خواهر منه از عمم و از عموم. اینا یک مکانت‌های، جایگاه‌هایی هست که خداوند به جامعه تحمیل کرده، به جامعه داده و جامعه این رو به ما پوشونده. باید این در قبال این یک مسئولیت‌هایی داریم، باید این مسئولیت‌ها رو به تمامه و کماله انجام بدیم و الا روز قیامت بازخواست میشه. از بین کامنت های بینندگان عزیز هم عزیزانی که تشکر کردن، سلام کردن و دعا کردن، برای همه شما عزیزان ما هم سلام عرض میکنیم. در ابتدای برنامه هم داشتیم، باز هم تاکید میکنیم و از الله رحمت‌ال برای شما سعادت خوشبختی میخوایم. و سوالی که یکی از عزیزان پرسیدن این که در بعضی از خانواده ها متاسفانه بعضی جاها شوهر وقتی که وارد خانه میشه به مجرد کوچکترین مسائلی، لباسش اتو نشده یا غذاش میسوزه یا مسائل بسیار پیش پا افتاده، نقل و نبات دهنش دیگه طلاق است و تا تکون میخوره طلاق میده با خیلی چیزهای ساده و پیش پا افتاده خانمش.
نسبت به این افراد شما چه توصیه و صحبتی دارید؟ ببینید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که زنی که از شوهرش طلاق بخواد بدون هیچ گونه دلیلی روز قیامت بوی بهشت رو به مشام نخواهد دید. این عینه صداقت داره بر مردی. قوانین خدا زن و مرد نمیشناسه. پس هر مردی که زنش رو بدون هیچ گونه دلیلی با همچنین چیزای بیهوده‌ای پیش پا افتاده‌ای طلاق داد، دیگه فکر نکنه که روز قیامت بوی بهشت به مشامش میرسه. بوی بهشت از 70,000 سال مسیر را به مشام میرسه. یعنی چی؟ یعنی این اصلا تصور اینی که وارد بهشت بشه نیست. ببین چقدر گناه بزرگی است. بهترین شما کسی است؟ خیرکم اهله. بهترین شما کسی؟ بهترین شما اون کسیه که برای خانواده‌اش بهترین باشه، برای خانمش بهترین باشه. این رابطه زناشویی یک رابطه بنده است با خداش. در عقد من با کی امضا کردم؟ با خدا. من به خدام عهد و پیمان بستم با خدام که من این خانم رو خوشبخت میکنم. الان این خانم کوتاهی کرد، بد کرد، هرچی کرد، این بین خداشه. من روز قیامت باید جوابگوی این عهد و پیمانم با خدام باشم. چطور به خودم اجازه میدم که یک انسانی رو که خداوند متعال اون رو برای من، یک انسان بیگانه از من بود، خداوند متعال اون رو برای من حلالش کرد، اون رو به عنوان یک هدیه به من داد، به عنوان یک روزی به من داد، من بیام در اون روزی الهی خیانت کنم؟ این خیانت به خداست. در عین حالی که توش ظلم هست، توش نمیدونم جفا هست، توش نمیدونم عدم وفا هست، خیانت هست، همه اینها هیچ انسانی حق نداره که همچین تصرفی بکنه. نه مردی نه زنی که در این محیطی که باید یک محیط انس باشه. ازدواج برای چی هست؟ وجعل بینکم مودة و رحمه. این فضای مودت و رحمت و عشق سازی است. اگر در این کارخانه عشق سازی عشق ساخته نشد، یعنی اینی که این کارگرها اینجا کمکاری میکنن، هم چه زن باشه چه مرد. پس اینی که خدای نکرده همچنین افرادی باشند، باید اینها رو فهمون، اینها رو گوشونو گرفت و گوشون خون که عزیزان این کاری که میکنید این عواقبش خیلی بده. تو داری از رحمت الهی طرد میشی، تو آینده خودت، بهشت خودت رو داری آتیش میزنی. این کار نکن. اینا بیشتر از کجا میاد؟ بیشتر به خاطر جهالت هست، نمیدونه، آدم بی سوادی هست، آدم نمیدونم، شاید مدارک خیلی خوبی داشته باشه اما در مسائل زناشویی، در مسائل دینی، در مسائل ایمانی بی سواده. این رو باید بهش کمک کرد، دستشو گرفت، بهش فهمون و تو که بیاد به سراغ آدم درستی باشه. اخلاق، یک ارزش‌های اخلاقی ارزش‌های ثابتی هست، یعنی و در محیط خانواده چندین برابر اجر داره. شما اگر برید یه جایی یه لبخند بزنی عبادته، اما تو خونه لبخند زدی هم عبادته هم صله رحمه، دو برابر اجر. و صله رحم یعنی چقدر اجر داره. اینا مسائلی هست که باید ما اینا رو بدونیم و بدونیم که اگر رزق روزی میخوای، اگر برکت در زندگیت میخوای، همینه که این خویشاوندیت رو پر از مهر و محبت کن. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم. سلامت باشید. طرف خودم به نمایندگی از همین کنم از شما به حضورتون در این برنامه و صحبت پایانیتون رو با بینندگان عزیز میشنویم. تنها من میخوام که عزیزانی که ما رو در این برنامه همراهی کردن این مفاهیم رو به دیگران برسونن و اگر من و شما پله پله سعی کنیم که جامعه رو رشد بدیم، جامعه رشد میکنیم و اگر بخوایم یک مشکلاتی از جامعه رو، همچنین مشکلاتی رو برطرف کنیم، قضیه ولا یحضون علی طعام المسکین همیشه مد نظرم باشه. من اگر نمیتوانم دیگران رو تشویق بدم. اینی که نه آقا اگر تو نمیتونی حرفشو نزن، این حرفا رو بزنیم
مال تاریخ مصرفش تموم شده. من بنا به دلایلی این قدرت رو ندارم که این کارو بکنم، به این یتیم رسیدگی کنم، به این زن بیوه رو بگیرم، این زن مطلقه رو بهش برسم، این خانواده رو بهش برسم. اما دیگران هستن، چرا دیگران رو تشویق نکنم تا مشمول این به اصطلاح هدیه پیامبر باشم. الدال علی الخیر کفاعله. کسی که به دیگران رو تشویق میکنه به کار خیر و دیگران اون کار خیر رو میکنن، به اندازه اجر و پاداشی که اونا میگیرن اینم میگیره، بدون اینکه از اجر اونا چیزی کم بشه. تعامل ما با خداست. پس عزیزان، دست در دست هم ما میتونیم جامعه ویروس زده رو برگردونیم به اصلش. اینی که بگیم این در عرف و عادات و رسوم ما نیست، این عینهو جهالت هست. عرف و رسوم و عادات ما قرآن هست و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. هر چه بعد از اون اومده، اینها ویروس هست، اینها میکروب هست، اینها اشتباهاتی هست که بعضی از اینان ما کردن. خداوند از اونها در بگذره، ما تکرارش نمی‌کنیم. بیاری الله متعال. ممنونم جناب دکتر. همچنین تشکر می‌کنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. در پایین از الله متعال برای همه گذشتگانمون، پدران و مادران، همسران و فرزندان، خواهران و برادران، اقوام و خویشاوندان، اساتید و شاگردان و همه گذشتگان امت اسلامی رحمت، بخشش و مغفرت رو خواهانیم و برای خودمون استقامت بر مسیر رضایت الله متعال و حسن خاتمه خواهانیم و این بر الله تعالی سخت نخواهد بود. تشکر میکنم از احمد جان کارگردان محترم برنامه و فرید عزیز و محمد جان که پیوسته تلاش دارن تا این ارتباط عاطفی بین ما و شما برقرار باشد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و خوبان رو به الله متعال می سپاریم و در طول این برنامه تا برنامه بعد منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان خواهیم ماند. الله یار نگهدار شما.